نکنید. افلا یتدبرون القرآن، خدا میگه شما با قرآن تدبر نمیکنید، با نظر عبرت نظر نمیکنید. خدا میگه هو الذی انزل من السماء ماء، الله تعالی ذاتی است که از آسمان آب را نازل کرد. فاخرجنا به نبات كل شیء، سپس با واسطه آب تمامی سبزوات‌ها و میوه‌ها و دیگر طعام‌های و حتی علف‌های حیوانات را سبزانید. فاخرجنا منه خضرا، بعضی آنها سبز است. تخرج منه حبا، از خود دانه میبرارد. مثلا گندم در وقت بدایت نشو نمایش سبز است، سپس از خود دانه را میسازد. متراکبا، دانه ها به بالای دانه ها نشسته است، در سنبلهاش، در خوشه هاش دانه ها بالای دانه ها هست. و من النخل من طلعها قنوان، و اگر به درخت خرما، یعنی خرماهایی که در دیار عرب میسازد، اگر نظر کنید در وقت شکوفانیش قنوان دانیه، یعنی میوه های خرما نیز مانند دانه های گندم به همدیگر بالای همدیگر است، یعنی شاخچه های آن به همدیگر بالای همدیگر است. دانیه، خدا میگه که بعضی آن درخت های خرما برای شما نزدیک است، حتی از جای نشستتان کنده میخورید، حتی از جای در زمین راست ایستاده کنده میخورید، نزدیک است برای شما. میخوید خرما ها است. و جنات من اعناب، ما به سبب آبی که نازل کردیم برای شما باغ‌های عطا کردیم از باغ‌های انگور، تاکدارها، و زیتون و رمان، باغ‌های از انار، متشابها و غیر متشابه. در دیگر آیات هم اومد و همدیگر از جهت رنگ مانندی دارند و از جهت طعم به همدیگر مانندی ندارند. خدا یک بعد این قدر سخنی گفت: انظروا الی ثمره اذا اثمر، شما یک مرتبه به این درخت ها وقتی که میوهش میپزد نظر کنید. ای انسان ها، وقتی که میوه میپزد شما به میوه نظر کنید. انظروا الی ثمره اذا اثمر و ینعی، شما وقتی که میوهش میپزد به این میوه ها یک مرتبه نظر کنید. ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، در این کار ما برای مؤمن ها عبرت هست. این را دیده ایستاده به یگانگی ما با ایمان میبیارد. یعنی مقصد پروردگار مبینید میبود و وقتی که در کورک های خود بود میبود. بعد اینکه پیش از اون که در دیگر آیات ها خدا گفت که شما یک مرتبه به زمین در وقتی فصل زمستان نگاه کنید، زمین ها مرده و فرسوده. وقتی که فصل بهار آمد ما آب را نازل کردیم، زمین ها به لرزه آمد و از خود گیاه های رنگارنگ سبزانید. باز وقتی اینکه میوه ها گل برآورد و رنگ برآورد و برگ برآورد، سپس وقتی که میوه های غور شد و باز پخته رسید، وقتی که پخته رسید یک مرتبه نظر کنید که چگونه بود، ما او را چگونه کردیم. یک مزه های و طعم های گوناگون، هر یک میوه ها برای خود طعم های خاص دارد، گوناگون دارد. این را دیده به یگانگی پروردگار ایمان نمی‌آورید. این را الله تعالی کرد، نه اون خدای بت‌های و صنم‌هایی که شما عبادت میکنید الله تعالی را یکسر گذاشته، اونها نکرد، این را الله تعالی کرد. پس برای چی شما الله تعالی را عبادت نکرده دیگر چیزها را عبادت میکنید؟ پس برای چی نعمت را از خدا نمیدانید و نعمت را از دیگر کس میدانید؟ گفته الله تعالی در دوامش این گونه برای ما خطاب‌هایی دارد. واقعا در بعضی آیات‌ها الله تعالی گفت که ما از آسمان آبها را نازل کردیم، سپس به واسطه دریاهای و بحرهای جویبارها آن آبهایی که ما نازل کردیم از ترمه‌ها آب شده و همه آن آمده به باغ‌ها می‌دراید. در داخل یک باغ شاید گفت درختان گوناگون، میوه‌های گوناگون، سبزوات‌های گوناگون است. با یک آب ما آن را آب دادیم، یک آبی که دهقان آورد و سیراب کرد، یک آب بود. لیکن نتیجهش رو بینید که میوه‌های گوناگون، طعم‌های گوناگون، رنگ‌های گوناگون داد. بعضی سبزوات‌ها رو بینید تند است، ترش است، شور است، بعضی آن شیرین است یا مابین است، بعضی آن تلخ است. همه این به یگانگی پروردگار و به قدرت پروردگار عالم الله تعالی دلالت می‌کند. آیا عبرت نمی‌گیرید؟ گفت الله تعالی در قرآن کریم بیان می‌کند. خب مسئله دیگر مسئله هست فروختن میوه ها پیش از آوان
پخته رسیدنش. در شریعت مسئله هست فروختن میوه ها پیش از پخته رسیدنش که علمای اصول از جمله از امام های مذهبی ما در کتاب بدایع الصنایع الکاسانی و امام غزالی در کتاب المستصفی و فخرالدین رازی در کتاب محصول و ابن قدامه در روضة الناظر و شیخ الاسلام در عمده شرح عمده و غیر اینها از دیگر علما خدا همه آنها را رحمت و مغفرت و قبرهایشان پر نور و منور گرداند، همه آنها قاعده ای را ذکر کردند که لا یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجه، تأخیر کردن بیان از وقت حاجت جایز نیست. یعنی برای پیغمبر و برای میراثخواران پیغمبر، برای اهل علم جایز نیست که بیان کردن یک موضوع را به تأخیر گذارند از وقت حاجت. یعنی امروز که وقتی رسیده است که مردم میوه های خود پخته نرسیده و فروش گذاشته ایستادند و خرید و سودا شده ایستاده است، این نمود را از وقتش دیرتر کرده بیان کردن برای اهل علم جایز نیست. یعنی گناه است، وبال است و در نزد پروردگار جواب می‌دهد. مثلا در زمانهای پیامبر یک انسان به عمره می‌آمد یا به حج می‌آمد، یک انسان بادیه نشین یا از کشور خیلی دور یک مرتبه به نزد پیغمبر می‌آمد و یک کاری خطا را کند، پیغمبر خدا در حال او را اصلاح می‌کردند. زیرا تأخیر البیان عن وقت الحاجت لا یجوز، تأخیر کردن بیان و دیر گذاشتن بیان حق در وقت حاجت به دیر گذاشتن جایز نیست از روی شریعت. مثلا عید قربان نزدیک آمده ایستاده باشد، بعد گذشتن عید قربان درباره قربانی سخن کردن و درباره آن احکام شریعت را خبر دادن بی منطقی است و پیش از قربانی بیان نکردن آن گناه است. تأخیر البیان عن وقت الحاجت لا یجوز، تأخیر کردن بیان از وقت حاجت جایز نیست. درست نیست برای امام ها که از وقت ضرورت دیر کرده ایستاده برای مردم معلومات دهند. زیرا امروز وقتی آن رسیده است که غوره ها پخته، زردآلو ها برای خود غوره کرده است و رنگ ندرآمده است. در این حالت آیا فروختن میوه ها از روی شریعت اجازت است یا اجازت نیست؟ اگر اجازت نباشد برای چی اجازت نیست؟ آیا شریعت فقط برای ما این کار رو نکنید، این کار رو کنید، این کار حرام است، این کار حلال است، گفته فقط عذاب دادن ما هست یا یکون مقصد دارد؟ برای چی شریعت حرام گردانید فروختن میوه ها را پیش از رسیدن وقتی پزیش نپخته پیش فروختن رو برای چی شریعت حرام کرد؟ و شریعت واقعا حرام گردانید فروختن میوه ها را پیش از آوان وقتی خودش پیش از پخته رسیدنش. و دلیل به این قول سخن پیغمبر صلی الله علیه وسلم در صحیح بخاری و در صحیح مسلم از حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنهما که پیغمبر صلی الله علیه وسلم را نقل کردند که نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیع الثمره قبل بدو صلاحها، پیغمبر خدا منع کردند فروختن میوه ها را پیش از رسیدن وقتی پزیشی او، یعنی پیش از پخته رسیدن میوه فروختن آن را منع کردند. نهى البائع والمبتاع، هم خریدار را منع کردند هم فروشنده را منع کردند. یعنی برای خریدار شریعت خطاب میکند که خریدار در حالت پخته نرسیدن میوه سودا نکن، خرید نکن، میوه را آمده در بالای که در درخت ایستاده است سودا نکن. و برای فروشنده میگوید که ای دهقان تو آن را مفروش، زیرا این از روی شریعت حرام است. در حدیث انس رضی الله عنهما آمده است که گفتند که نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم بیع الثمره حتی تزهی، پیغمبر خدا منع کردند از فروختن میوه ها تا زمان زهایه. چون بابا تزهیش چی است؟ کلمه را نفهمیدن بعضی انسان ها، زیرا همه نمیفهمند لغت ادبی را. سپس حضرت انس گفتند که حتی تحمر او تصفر، تا رنگش سرخ نشود یا تا رنگش زرد نشود از فروختن اون منع کردند. این در حقیقت میوه هایی که صاحب رنگ هستند. اما آن میوه ها یا سبزوات ها یا زراعت هایی که آنها برای خود در وقت پخته رسیدنش صفت خاص دارند که به واسطه آن صفت
پخته رسیدن او را از خامی و جدا کرده می شود. همه امروز پیامبر صلی الله علیه و در حدیث ها ذکر کردن، ان شاء الله بیان میکنیم. مثلا در گندم پیغمبر خدا گفتند که لا تبیعوا، نفروشید گندم یا مکه یا غله، تمام اون دانه ها را حتی یشتد، تا زمانی که سخت شود. سخت که شد معناش آن است که گندم پخته رسید یا جو پخته رسید. در حالتی که ملایم است، با دستتان میقپید ملایم است، در آن حالت نفروشید. و بعضی نمودی میوه ها را با طعمش فهمیده می شود. مثلا بعضی نوعهای انگورهای کبود که آنها در وقت خامیگیری هم کبود است و در وقت پخته رسیدن هم کبود است، سبز است، این با واسطه طعم فهمیده می شود. وقتی که در او طعم شیرینی پیدا شده است، شریعت اجازه میدهد برای فروختنی او. اما در حالتی که در او ترشی هست، فروختنی او اجازه نیست. اما در بعضی میوه ها یا سبزوات ها مانند تربوز، اینها با حجمش، وقتی که حجمش به یک اندازه رسیده آمد که دهقان و اهل خبرت بداند که این پخته رسیده است و برای خود خاص صفت ها دارند و خصوصیت ها دارند، در این حالت فروختن میوه اجازت است و سبزوات اجازت است. در حالت پخته نرسیدن اجازت نیست، زیرا در حدیث زید بن ثابت رضی الله عنهما آمده است که پیغمبر خدا وقتی که به مدینه منوره آمدند، اهل مدینه اهل دهقان ها هستند، به خلاف مکه که در مکه بسیار که کوهسار است و وادی خشک است و آب در آنجا کمیاب است نسبت مدینه. بنابراین دهقانیت در مکه کمتر بود نسبت مدینه منوره. و اهل مدینه که پیغمبر خدا وقتی که آمدند با این نمودی سودا میکردند. یعنی حالا خرما پخته نرسیده، در حالت غور بودنی آمده خرما رو سودا میکردند. خرما رو سودا میکردند و وقتی که میخریدند، وقتی که به یک ماه یا 2 ماه خرما پخته میرسید، ثانی آمده به صاحبی، البته آنها به قرض میدادند، بعضی آنها به قرض میدادند، میگو اگر وقتی که میوه پخته رسد ما میوه رو گیریم، حاصل رو جمع کنیم، فروشیم، ثانی آمده پول خرمای تو رو میدهیم، میگفتن به دهقان. حتی وقتی قضای دین، وقتی سپاریدن قرض می اومد، میگفتن که اصابت الثمار الدمان، اصابت الثمار قشام، به درخت میوه درد دمان رسید، درد قشام رسید. یعنی دردهایی که به درخت خرما می اومد، آفتهایی که به درخت به میوه خرما می اومد ذکر میکردن. آمده میگفتن که یعنی بیماری اومد، بادریزک شد، شمال سخت اومد، خنک زد، کیرم زد، یک چیزی شد و آفت شد و حاصل نشد. بنابراین من پول داده نمیتونم، گفته به صاحبی به دهقان آمده شکایت میکردن. سپس آنها به نزد جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میآمدند. سپس پیغمبر خدا از این نمود تجارت منع کرد و گفتند ارأیت اذا منع الله الثمره، برای من خبر ده دهقان گفتند اذا منع الله الثمره، بعد اینکه غوره شد تا وقتی پخته رسیدن که 1 ماه هست تقریبا، خداوند میوه را گیرد، خداوند آفتی را فرستاند، بلای را فرستاند و میوه نشود. بما تأخذ مال اخیک بغیر حق، با کدام حق مال خریدار رو میگیری؟ گفتن یعنی به یگان حق. حتی امام بخاری باب موندن در صحیح بخاری، باب اذا باع الثمره، باب در مورد اینکه اگر میوه را فروشد پیش از پخته رسیدنش، ثانی از جانب پروردگار یک آفت بیاید به میوه و میوه نسبزد، نروید، میوه خوب ندهد، ضرر بر دهقان است. امام بخاری در روایت صحیح بخاری ثانی باب گذاشتند. مقصد شریعت خلاف و جنگ و جدال بین مردم نشود، زیرا این چیزی است که این خرید و فروش است که عاقبتش نامعلوم است. بیع غرر، فروختن چیزی نامعلوم، نتیجهش نامعلوم است. این مانند قمار است، آیا فایده میکند ضرر میکند نامعلوم است. این نمودی خرید و فروش در شریعت اسلام حرام است، اجازت نیست. پیش از پخته رسیدن میوه و پیش از پخته رسیدن سبزوات یا زراعت، فروختن آن جملتاً نادرست است، حرام است و بعضی مستثناها را انشاءالله بیان میکنیم. برای چی؟ گفته مقصد شریعت این است که عاقبتش نامعلوم است
و اگر از جانب پروردگار یگان بلای آید، یگان آفت آید و میوه ها بادریزک شود یا در شمال یا خنک زند یا میوه و کیر میافتد یا یک آفت آید، در حالت میوه نشدن بین خریدار و بین فروشنده کشمکشی و جنگ و جدال و بغض و عداوت میشود. شریعت ضد این چیزها است. شریعت نمیخواهد که بین مسلمان ها اندکی نافهمایی و جدایی و جنگ و بین همدیگر بدبینی پیدا شد. این چیزها سبب میشود. بنابراین پیغمبر خدا منع کرده فروختنی درختها و فروختنی میوه ها را پیش از پخته رسیدنش در حالت غوریش یا در حالت گل کردنش یا در فصل زمستان یا در فصل بهار، یا حتی بعضی در زمان جاهلیت خریدارهای بودند که 5 سال و 10 سال را سودا میکردند. 5 سال و 10 سال آینده را سودا میکردند. این نادرست است. زیرا چه حادثه روی میدهد، چی میشود، نرخ‌های اینها بالا میشود یا پایان میشود. اگر بالا شود خود دهقان عذاب میکشد برای چه فروخته بود. شاید نرخ‌های دانه‌ها در آینده قیمت میشود. نرخ‌های مثلا آن دواهایی که به زمین پاشیده میشود، نرخ کشت و کار، نرخ حراست و شدگارکنی، دیگر مهنت، حق خدمت قیمت میشود شاید در سالهای آینده و با آن نرخ فروشی که این کرد یا قربی پول کم میشود. سپس یا دهقان ضرر جدی میبینند یا خریدار ضرر میبیند. یکی آنها ضرر میبیند، کدامی آنها ضرر میبیند نامعلوم است. شریعت اسلام خرید و فروشی که نتیجهش نامعلوم است این منع کرد تا اینکه مردم ضرر نبینند. برای رحمت للعباد، این مهربانی است از جانب پروردگار برای بندگان. لیکن اگر یک انسان آمده گوید که من همین باغ تو را که عبارت مثلا از 100 درخت زردآلو هست غوره‌هایش را میخرم با مقصد فروختن غوره، در حالت غورگیش من امروز خرم پگاه میکنم در بازارها غور حالتش میفروشم. زیرا خداوند عزوجل برای ما عجایب میوه های آفریده است، از جمله خرما و زردآلو که هم در حالت غور بودنش خورده میشن، هم در حالت تر بودنش پخته رسیده و هم در حالت خشک بودنش که ذخیره میکنیم خورده میشود. در همه حالتهاش حلال است. بعضی انسان ها درباره خریدن غوره یا خوردن غوره سوال میدن این روزها که در بازارها فروخته ایستادند. آیا خریدن آن و خوردن آن اجازت است یا از نگاه شریعت؟ از نگاه شریعت اگر همین زمین از آن خودتان باشد، صاحب باغ باشید و غورش خریدن، غورش چیده فروشیدن حلال است برای اینکه از آن شما است. لیکن اگر مال دزدیده باشد، از آن خلق را دزدیده فروختنش حرام است و حلال از آن خود چیده فروختن حلال، زیرا که این غوره هم حلال کرده پروردگار است. خداوند گفت که ما از زمین هر چیزی که برآوردیم و از جمله طیبات است و پاک است و بر فایده ماست همش حلال است، شما از آن تناول کنید. غوره هم خوردنش حلال است، فقط از آن خود باشد، با طریقه حلال باشد اجازه است. اگر خریدار آمده گوید که من باغ رو میخرم در حالت غوریش خریده در حالت غورگیش میفروشم گفت اجازه است. زیرا مقصد شریعت از منع کردن فروختن میوه پیش از پختنش برای آنهایی که پخته رسد سپس حاصل را می‌آورند برای آنها است. زیرا نمی‌داند که آیا آفت می‌آید آفت نمی‌آید، زیرا احتمال آمدن آفت هست. احتمال آمدن آفت هست. یک شمال اگر آید چندین فایده آن را می‌ریزاند. بنابراین شریعت منع کرد برای آنهایی که در وقت غور خریده در وقت پخته رسیدنش حاصل را می‌گیرند. یا اینکه یگان کس آمده بود که جملتاً باغی تو را می‌خرم در وقتی که غوره هست اجازت است برای این هم، زیرا این پول را خرید، لیکن میوهش برای دهقان است. انسان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر میوه نپخته باغ را کسی فروشد حاصل از آن فروشنده است الا ان یشتری المبتاع، مگر در آن حالت حاصل از آن خریدار است که شرط ماند که حاصل این سالش هم از آن من گفته اگر نرخ گذارد حاصل هاش هم از آن خریداری نو است. زیرا بعدی پیغمبر خدا گفتن بعدی گردآلود شدن ممکن نیست حاصلی میوه را اگر رفت درخت باغ را فروشد حاصل از آن دهقان، زیرا که او مهنت کرد تا وقتی گردآلود شد یا تا وقتی رسیدنی میوه الا مگر در حالت از آن خریدار است که شرط ماند که میوه های این سالش هم از آن من گفته در وقت سودا قید کرده اگر درآورد اجازت است. لیکن
گاه می شود که خریدار می آید و باغ را می خرد، در وقتی رسیدنی قورچه شدن مثلا سودا می کنه. ثانی ذکر نمی کنن که آیا میوه از آن صاحب باغ است، یعنی از آن دهقان است یا از آن خریدار است، ذکر نمی کنن. ثانی به نزد قاضی می آیند که حاصل از آن کیست؟ اگر در بدایت شرط و شروط نموده باشه حاصل از آن دهقان است. این از روی شریعت. خلاص اگر کدام وقت میوه ها پخته می رسد، این در وقت در آمدن رنگ به آن میوه هایی که صاحب رنگ هستند، حتی اگر در باغ یک زردآلو یا یک خرما صاحب رنگ شود و رنگ گیرد، اجازت از فروختن باقی مانده میوه ها. زیرا در این صورت احتمال آمدن آفت کم است نسبت پیشینه. در حالت غوره بودن یا گل بودن یا در فصل زمستان یا یک سال پیش احتمال آمدن آفت زیاد است. احتمال هست که آفت آید، احتمال هست که بلا آید و حاصل نشود. لیکن در حالتی که یک دانه میوه از یک باغ اگر رنگ گیرد یا مزه گیرد، طعم درآید، در این حالت فروختن تمام باغ اجازت است. یا در یک شهر اگر یک درخت یک دانه او اگر رنگ درآورد، باقی مانده اهل شهر میتوانند میوه های خود را فروشند، مادامی که شهری خرد باشد. زیرا بعض شهرها از این طرف شهر تا این طرف شهر 200 کیلومتر یا 300 کیلومتر هست. بعض شهرها این طرفش میپزد این طرفش نمیپزد، فرقیت دارد. این به استثنای این گونه شهرهای کلان. در شهرهای مانند ما شهرهای کوچک میشود، یعنی یک وقتی که در یک موضع اون در یک جای اون یک میوه پزد، یعنی نمود زردآلو مثلا اگر زردآلو پزد فروختن انار اجازت نیست، زردآلو پزد فروختن انگور اجازت نیست. این فقط به نوع خودش. اگر یک دانه انگور پزد اجازت از تمام نمودی فروختن انگورهای شهر. یک دانه زردآلو پزد فروختن تمام زردآلوهای شهر اجازت است. این مسئله درباره فروختن میوه ها پیش از آوان رسیدن فروشش، پخته رسیدنش. پیش از پخته رسیدن فروختنش منع است، برای آنکه عاقبتش نامعلوم است. احتمال آمدن آفت است، احتمال آمدن بیماری هست، ضرر هست، احتمالی. بنابراین در نهایت جنگ و جدال می شود و این شده هم و شده ایستاده است. حتی بعد گم داشتن حاصل ها بعضی خریدارها و نزد فروشنده آمده مالهاشون میگویند که گیر نکن، حاصل موافق خریداری من خریدی من نشد. لیکن در وقت پخته رسیدن اجازت است. گفتن ممکن است که این هم عاقبتش نامعلوم است. مادامی که شریعت عاقبتش نامعلوم را منع کرده باشد و نادرست کرده باشد، زردآلوها وقتی که پخته رسد آمده در بالایش درخت میوه در بالای درخت ایستاده است، آمده در پایان سودا کردن هم این هم عاقبتش نامعلوم است. لیکن شریعت در اینجا اهل خبرت را پیش گرفت. خرس پیغمبر خدا وقتی که زکات را اگر جمع کردنی شود یک اهل خبرت را میفرستند. آمده به زیر درخت خرما میگفت که این درخت خرما 200 کیلو حاصل میدهد، میگفت یا 199 کیلو میداد یا 201 کیلو میداد یا 200 کیلو میداد. چون اهل خبرت بودند که از جهتی آنکه سر و کار زیاد داشتند میدانستند تقریبی معنی خاص تقریبی هست، لیکن این به همه جایز نیست. این فقط به اهل خرس است، به اهل خبرت است. میبیاد به زیر درخت بارها را میبیند و میگوید که این تقریبا فلان قدر حاصل میکند، سپس در همین اطراف آنها سودا میکنند. این اجازت است. خلاص موضوع ما که اصلا درباره قدرت‌های پروردگار و یگانگی پروردگار و قدرت پروردگار و کارهای پروردگار بود که چندین جمعه‌های متقدم درباره کارهای پروردگار سخن کرده ایستادیم و الله تعالی در کارهای خودش یگانه هست. گفتیم به سبب این مسئله میوه ها را در اینجا ذکر کردن، اما برای آنکه وقتی غوره رسید و فروش مردم زیاد شده ایستاده است، بیان احکام شریعت است و ادای امانت است. زیرا که اگر وقتی که اهل علم را نرسانند و مردم با این نمودی تجارت کنند و بین آنها ضرر شود، آنها گناهگار میشوند. این موضوع در آمد. خلاصه پروردگار عالم در کارهایش یگانه است. الله تعالی هر یک کاری که میکند دیگر خالق دیگر شخصی ذات نیست که مانند پروردگار کار کرده تواند. و الله تعالی برای یگانگی خودش یک مثال عقلی آورده است. در سوره مومنون آیه 91 و 92 الله تعالی میگوید ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله. الله تعالی فرزند ندارد
ای مردم، الله تعالی فرزند ندارد، زیرا بعضی انسان ها به الله تعالی فرزند نسبت دادند. الله تعالی فرزند دارد، فرزند مثل پدر می شود. فاطمه تو بضعة منی، فاطمه یک جزء من است. گفتم پیغمبر خدا دختر شما فاطمه این یک برده گوشت من است. من اغضبها اغضبنی، کسی که دختری مرا به غضب آورد مرا به غضب آورد است. یعنی ما یک چیز هستیم، پدر و فرزند یک چیز است. پیغمبر خدا گفتن که انت و مالک لابیک، تو و مال و ملکت از آن پدرت هست. زیرا یک آدم اومد که یا رسول الله پدری من از من نپرسیده، مالی من بس تصرف کرده است، مالی من گرفته است. پیغمبر خدا گفت انت و مالک لابیک، تو و مالت از آن پدرت هست. بنابراین وقتی که این و مالش از آن پدرش است، پدر و فرزند یا مادر و فرزند یک جزئی جدا ناپذیر است. خدا میگه متخذ الله من ولد، خدا فرزند نگرفت، خدا فرزند ندارد. و ما کان معه من اله، همراهی الله تعالی در این عالم دیگر خدا نیست. اذا لذهب كل اله بما خلق، اگر همراهی الله تعالی دیگر خدا میشد، همه خداها بین هم دیگر جمع میکردن. میگفتن که این مثلا حیوان ها رو من آفریدم، انسان هایی که تو آفریدی از حیوان های من نخورند. یا خدا میگفت که آب من آفریدم، آب نمیتونم برای انسان های تو، برای حیوان های تو. مثلا خدا میگه مثال عقلی آورده است. اگر خدا در این عالم دو تا میشد یا زیاده میشد از این غیر الله تعالی دیگر خدا میشد، اذا لذهب كل اله بما خلق، هر خداها با اون مخلوقاتی که خودش آفرید بین هم دیگر جمع میکرد. ولا علی بعضهم علی بعض، بعض خداها بالای بعض خداها و کلامنگری میکرد، بین هم دیگر بغض و عداوت و جمع میشد. سبحان الله عما یصفون، الله تعالی پاک است از آن صفتی که این مشرک ها با الله تعالی نسبت دادند. بت‌های عبادت میکنن، قبر عبادت میکنن، غار و سنگ عبادت میکنن. الله تعالی از اینها پاک است. فتعالى الله عما یشرکون، الله تعالی عالی است از آن شریکی که اینها با الله تعالی نسبت داده ایستادند. در سوره انبیاء الله تعالی در آیه 22 گفت که لو کان معه آلهة، اگر همراهی الله تعالی دیگر خدا میشد، همراهی الله تعالی دیگر خدا میشد. لو کان فیهما آلهة الا الله، اگر در آسمان ها و در زمین ها غیر الله تعالی دیگر خدا میشد، لفسدت، زمین و آسمان ویران میشد. واقعا اگر یک لحظه آفتاب از امر پروردگار بیرون برای چه حادثه روی میدهد، یا یک ستاره اگر به زمین افتاد چه حادثه روی میدهد. خدا میگه لو کان فیهما، مثال عقلی. این مثال برای مسلمان و برای آن شخصی که غیر مسلمان است. ای انسان ها، اگر در این آسمان های در این زمین ها لو کان فیهما آلهة الا الله، اگر در این آسمان های زمین ها غیر الله تعالی و دیگر خدا میشد، لفسدتا، زمین و آسمان ویران میشد. لفسدتا، ویران میشد. فسبحان الله رب العرش عما یصفون، پاک است الله تعالی از شریک. الله تعالی شریک ندارد، خودش پروردگار. الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمین. آگاه باشید خلق از آن پروردگار است، امر از آن پروردگار است، ملک از آن پروردگار است. فتبارك الله رب العالمین، مبارک است آن پروردگاری که پروردگار صاحب تمام عالمیان است. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.